به هر حال 60% وقت شرکت نکنه اینا دیگه کار نداشتن، مشغول نبودن، ناراضگی هم. انتخابات به طور آرامی شکل گرفت و نهایتاً رأی ها تونست درست خونده بشه. اول باید از مقام معظم رهبری تشکر کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. با برنامه پژواک امروز سه‌شنبه در خدمت شما بینندگان هستیم. در برنامه امروز در رابطه با حمله اسرائیل به دوحه قطر، عکس‌العمل‌ها و واکنش‌ها و پیامدها در این زمینه با یکدیگر صحبت و گفتگو خواهیم کرد. امروز سه‌شنبه نظام ستمگر و جنایتکار و اشغالگر اسرائیل به کشور کوچک قطر در حاشیه جنوبی خلیج فارس حمله سنگینی انجام داد. اونطوری که گفته می شود حدود 15 جنگنده اسرائیلی با تعدادی پهپاد به قطر حمله کردند و گفتند که ما سران حماس رو در دوحه قطر هدف قرار دادیم. در این زمینه امروز با یکدیگر صحبت و گفتگو خواهیم کرد، اما اجازه بدید قبل از اون یکی دو تا موضوع رو با یکدیگر صحبت بکنیم. موضوع اول این که گزارش ها حاکی از این هستند که وزیر امور خارجه ایران با عباس عراقچی با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آقای گروسی قرار در مصر با یکدیگر ملاقات بکنند. به نظر می رسد ایران از اون موضعهای تند و سختی که در برابر آژانس داشت، در برابر ایالات متحده آمریکا داشت و شرایط اونها رو برآورده نمی کرد، به نظر می رسد به سوی انعطاف داره جلو میره و مقداری در این مسائل کوتاه اومده. اولا آژانس پیشنهاد کرده بود که مذاکره با ایالات متحده آمریکا رو آغاز کنید که به نظر می رسد که کشورهای اروپایی هم پیشنهادشون همین بود، یعنی فرانسه و آلمان و بریتانیا. به نظر می رسد تلاش‌هایی داره صورت میگیره که ایران و ایالات متحده آمریکا مذاکرات رو برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آغاز بکنند. شرط دومشون این بود که 406 کیلو یا 408 کیلو اورانیوم غنی شده ای که تهران بالای 60% که تهران در اختیار داشت قبل از حملات اسرائیل و ایالات متحده آمریکا تکلیف این اورانیوم روشن بشه، که به نظر میرسد که ایران چراغ سبز داده که در این زمینه هم در واقع تکلیف این مقدار اورانیوم رو هم روشن خواهیم کرد. نکته سومی که مورد صحبت بود این بود که به بازرسان آژانس اجازه بده تهران که به مراکز مورد نظرشون برن، بازرسی های لازم رو انجام بدن تا اینکه ایران به سمت بمب اتمی نره. الان با این ملاقاتی که با گروسی داره عباس عراقچی انجام میده، به نظر میرسد که در این موضوع هم مقداری نظام تهران نرمش نشون داده و میخواد به هر قیمتی شده برخلاف هارتپورت‌های داخلی که میکنه، سر و صداهایی که میکنه، میگه منظور دارم، قدرت دارم، توان دارم، امکانات دارم و از این سری قضایا، به نظر میرسد اندک اندک چاره‌ای جز این نمیبیند که در برابر خواسته های ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی کوتاه بیاد. حداقل در این جنگ ثابت شد که از توان آنچنانی برخوردار نیست. موضوع دیگر این که یک کارشناس اسرائیلی امروز اعلام کرده که ما در جنگ 12 روزه علاوه بر فرماندهان سپاه پاسداران و علاوه بر دانشمندان اتمی، ما دانشمندان هوش مصنوعی رو در ایران هم مورد هدف قرار دادیم. خب موضوعی که خیلی روشن هست که اسرائیل در حملات خودش حد و مرزی رو نمیشناسه و هیچ چارچوب، هیچ پروتکل، هیچ در واقع قانون بین‌المللی رو رعایت نمی کند. اما موضوع اصلی، قطر، دولتی کوچک در حاشیه جنوبی خلیج فارس، کشوری که سالها میزبان مذاکره بین ایالات متحده آمریکا و
طالبان بود. طالبان در اونجا دفتر داشتن و مذاکره میکردن و همکنون هم این کشور کوچک چند سالی است که میزبان سران حرکت حماس در فلسطین هست و با چراغ سبز ایالات متحده آمریکا و تایید ایالات متحده آمریکا در اونجا مذاکره میکردن. امروز دولت اسرائیل با توجه به این که گفته ما این سران حماس رو مسئول حمله 7 اکتبر میدونیم، در حالی که ایالات متحده آمریکا گفته بود که برای مذاکره به اونجا بیان و میدونیم که رهبران حماس در کشورهای مختلفی رفت و آمد دارن. در قطر هستن، به نظر میرسد مقر و مرکز اصلیشون در قطر هست. با توجه به موافقت ایالات متحده آمریکا برای مذاکره با اسرائیل و آمریکا و همچنین به مصر و ایران و ترکیه، اینها مجموعه کشورهایی هستند که رهبران حماس آزادانه در اونجا رفت و آمد میکنن. ایران به عنوان اینکه از حماس حمایت میکنه، ترکیه هم به عنوان کشوری که حماس رو یک گروه تروریستی نمیدونه و ازش حمایت میکنه و در مصر هم و قطر هم با چراغ سبز ایالات متحده آمریکا و به عنوان دو کشوری که واسطه مذاکرات بین اسرائیل و رهبران حماس هستند، در این کشورها رفت آمد میکنند. ما میدونیم که قبلا نظام اسرائیل به رهبر حماس اسماعیل هنیه در تهران حمله کرد و ایشون رو در تهران به شهادت رسوند. الان امروز اسرائیل یک حمله سنگین انجام داده با جنگنده های اسرائیلی و پهپادها و تعدادی از رهبران حماس رو که برای مذاکره جمع شدن. خب ایالات متحده آمریکا اخیراً طرحی داده برای آتش بس در غزه. اسرائیل با این طرح موافقت کرده، حماس هم اعلام کرده که ما آماده مذاکره هستیم و به دوحه اومدن برای مذاکره. حالا قبلا هم ارتش اسرائیل اعلام کرده که تعدادی از اینها در ترکیه بودند و ما منتظر بودیم که به دوحه بیان. خب آمریکا بهشون گفته به دوحه بیایید و برای مذاکره و در اینجا هم به نظر میرسد به اسرائیل چراغ سبز داده که حمله کن و اینها رو بکش. رهبران عمده حماس که در این جریان مورد هدف بودن، خلیل الحیه، دکتر خلیل الحیه رهبر حماس در غزه، دکتر خالد مشعل رهبر حماس در خارج از کشور و رازی حامد عضو برجسته دفتر سیاسی حماس و موسی ابو مرزوق و محمد اسماعیل درویش، تعداد 6 نفر از رهبران برجسته که همیشه در مذاکرات غالبا شرکت میکردند. خب بعد از این که حمله صورت گرفت، خبرهای اولیه حاکی از این بود که اسرائیل اعلام کرد که ما 6 نفر از بلندپایه‌ترین رهبران حماس رو مورد حمله قرار دادیم و گمان به این میرفت با توجه به دقتی که اسرائیلی ها دارن، تکنولوژی که ازش برخوردار هستن و خب آسمان قطر هم در دست ایالات متحده آمریکاست و پایگاه العدد، پایگاه نظامی العدد ایالات متحده آمریکا در قطر است با حدود 10,000 نیروی آمریکایی. گمان میرفت که همه اینها کشته شدند. اما اندکی بعد یکی از رهبران حماس مصاحبه کرد و گفت که رهبران حماس هر 6 نفری که مورد هدف بودن در این حمله از این حمله جان سالم به در بردن. فقط فرزند، در واقع یکی از فرزندان خلیل الحیه با رانندهش با تعدادی از نیروهای امنیتی قطر در اونجا کشته شدند و به شهادت رسیدند. خب تا اینجای کار خبرهایی که داره رد و بدل میشه، خبرهایی که خبرگزاری الجزیره، خبرگزاری العربیه و رسانه‌های عربی گزارش دادن، به نظر میرسد که حمله اسرائیل در کشتن رهبران حماس موفق نبوده و نتونسته کار زیادی رو انجام بده. حالا چه اتفاقی در اونجا افتاده؟ احتمالاً تا ساعتهای آینده ابعاد این حمله، اشتباهی که اسرائیل مرتکب شده، چرا نتونسته رهبران حماس رو هدف قرار بده با وجود اینکه قطر کشور کوچیکیه و احتمالاً رهبران حماس به صورت پنهانی رفت و آمد نمی‌کردن، اصلا احتمال نمیرفته بینا حمله بشه، برای اینکه آمریکا به اونها گفته اینجا به مذاکره بیایید و از اون طرف آمریکا اصولا نباید این گونه باشه که از طرفی بگی بیایید مذاکره بکنید، از طرفی به اسرائیل بگیم اینا فلان جا هستن بیا اینها رو مورد حمله قرار بده. موضوعی که پرسش هایی وجود داره، احتمالاً در ساعت های آینده ابعاد قضیه بیشتر روشن خواهد شد.
خب این حمله با عکس‌العمل‌های زیادی رو مواجه شد. ما میدونیم که قبل از این در پایان جنگ، در آخرین روز در واقع جنگ 12 روزه، ایران هم به قطر حمله کرد. حدود 7 تا موشک هایپرسونیک پیشرفته به قطر شلیک کرد، البته به پایگاه العدید آمریکا، و در واقع قطر قربانی این جریان شد. و الان هم خب اسرائیل به قطر حمله کرده به بهانه اینکه رهبران حماس تروریست هستند، هر کجا باشند هدف مشروع هستند، من میتونم حمله بکنم و بکشم. خب قطر، آیا واقعا قطر یک کشور کوچیکی هست؟ قطر قدرتش فقط در شبکه رسانه‌ای الجزیره هست و اینی که اخبار رو، به ویژه اخبار جهان اسلام رو خیلی خوب پوشش میده و شبکه الجزیره شبکه‌ای است که میلیون‌ها طرفدار در جهان عرب و جهان اسلام داره و قدرتش به نظر میاد قدرت رسانه‌ای است. و از طرف دیگر قطر در واقع هم پیمان ایالات متحده آمریکاست، پایگاه نظامی العدید در اونجا وجود داره که آمریکایی هستند. بزرگترین پایگاه آمریکایی ها گویا در منطقه پایگاه العدید هست. آمریکا خودش به قطر گفته که شما رهبران حماس رو در اینجا داشته باش، دفتر حماس رو در دوحه داشته باش تا اینکه ما بتونیم مذاکره بکنیم. اون مذاکره قطع نشه، ولی الان این گونه مورد تهاجم و حمله قرار میگیره. خب این حمله با محکومیت گسترده جهان عرب مواجه شد. اتحادیه عرب محکومش کرد، شورای همکاری خلیج فارس، شورای همکاری خلیج که عرب ها میگن شورای همکاری خلیج، محکومش کرد. کشورهای عربی تقریبا همهشون بلا استثناء از مراکش گرفته تا مصر، سعودی، امارات، بحرین، اردن، قطر، کویت، جهان عرب به طور کلی این حمله رو به شدت محکوم کردن، ولی ایالات متحده آمریکا حرفی نزده. شک و تردیدهای زیادی در رابطه با نقش ایالات متحده آمریکا در این حمله وجود داره. خبرهایی که ارتش اسرائیل در لحظات اول صحبت کرد، گفت ما این حمله رو با هماهنگی ایالات متحده آمریکا و همراه با ایالات متحده آمریکا انجام دادیم. این به این معنی است که آمریکا در این حمله، این بیانیه اولیه، آمریکا در این حمله با اسرائیل همکاری کرده و این حمله رو به نحوی مشترکاً انجام دادن. حالا از نظر امنیتی، از نظر اطلاعاتی، این جهت ها. ارتش اسرائیل هم خب بیانیه‌ای صادر کرد، گفت که ارتش اسرائیل همراه با سازمان امنیت این کشور شین بت این حمله رو انجام داده. بعد از یک اندکی که گذشت، بنیامین نتانیاهو اومد صحبت کرد، گفت این حمله رو ما به صورت مستقل انجام دادیم، کسی نقش نداشته. ایالات متحده آمریکا اومد اعلام کرد، گفت که حمله رو ما در حمله نقشی نداشتیم، ولی اندکی قبل از حمله اسرائیل ما رو در جریان حمله قرار داده و ما در جریان قرار گرفتیم. الان در جهان عرب یک ولوله ای افتاده که خب آمریکا از این طرف میگه من همپیمان شما هستم، از این طرف خودش گفته حماس رو دعوت کن اونجا که ما باهاش مذاکره بکنیم، از اون طرف نقشش در این حمله واقعا چی است؟ هماهنگ بوده با اسرائیل؟ مسائل اطلاعاتی و امنیتی اصلا آمریکا داده؟ اصلا آسمان قطر در دست آمریکاست؟ چرا آمریکایی‌ها در برابر این هجوم مگه هم پیمان قطر نیستن؟ چرا در برابر این هجوم دفاع نکردن؟ گذشته از اون حالا میگن خب ما در جریان نبودیم، در آخرین لحظات به ما گفتن. خب چرا الان محکومش نکردن؟ علامت‌های استفهام و پرسش زیادی در برابر جنایتی رو که اسرائیل مرتکب شده و موضع‌گیری ایالات متحده آمریکا ایجاد کرده. من اینو فراموش کردم که در میان کشورهای غیر عربی هم کشورهای سعودی، ترکیه، نروژ و ایران جزو کشورهایی هستند که این حمله رو به شدت محکوم کردند. نماینده چین در سازمان ملل هم محکوم کرده. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم این حمله رو محکوم کرده. این خلاصه اون چه که در واقع تا اینجای کار اتفاق افتاده. اما اسرائیل، ببینید بنده در خیلی از برنامه‌ها این موضوع رو گفتم که جهان اسلام رو نه تنها اینکه خطر جمهوری اسلامی تهدید میکنه، خطر اسرائیل هم تهدید میکنه و اسرائیل امروز کسی جلودارش نیست. واقعا کسی جلودار اسرائیل نیست. اسرائیل غزه رو به خاک خون کشیده،
64,000 نفر انسان رو در غزه کشته و شهید کرده. حدود 70% از این شهدا زنان و کودکان هستند. روزنامه‌نگاران کشته، کادر پزشکی رو کشته، کودکان رو کشته، به بیمارستان ها حمله کرده، کسی جلودارش نیست. روزانه به سوریه حمله میکنه، روزانه به لبنان حمله میکنه، روزانه به یمن حمله میکنه. خب به ایران هم حمله کرد و الان هم به قطر حمله کرده. همین دیشب به سوریه هم حمله کرده. در حمص یک پایگاه هوایی رو در اونجا بمباران کرده. در لاذقیه یک پایگاه نظامی رو در لاذقیه سوریه بمباران کرده و کسی جلودارش نیست. من میخوام بگم که اسرائیل تنها کشوری است در دنیا که پایبند قوانین بین المللی نیست، قوانین پروتکل های بین المللی رو رعایت نمیکنه. حالا شما همین حمله رو که به قطر انجام داد، آخر طبق چه قانونی، طبق چه حسابی، طبق چه کتابی فرض کنید اصلا رهبران حماس تروریست بودن، ولی آمریکا و شما دعوتشون کردید بیایید گفتگو کنیم، حالا اومدن گفتگو کردن رفتید بمبارانشون کردید. اسماعیل هنیه رو در تهران اینطوری کشتید، در جاهای دیگه که حمله میکنید اینطوری دارید جنایت میکنید. چرا اسرائیل اینطوریه؟ واضحه، روشنه. برای اینکه ایالات متحده آمریکا بزرگترین قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی دنیا رو پشت سر خودش داره. برای اینکه در قوانین بین الملل ظلم و ستم و تبعیض وجود داره. در شورای امنیت تبعیض وجود داره. در شورای امنیت اگر کل دنیا یک طرف باشن بگند آقا این جنایت هست، آمریکا یک طرف باشه بگه جنایت نیست، وتو بکنه، حرف تمام دنیا بی اعتبار میشه. یا یکی از کشورهای 5 عضو دائم شورای امنیت. خب مگه شما نمیگید دنیا دموکراسی است؟ مگه شما نمیگید انتخابات؟ مگه شما نمیگید رأی اکثریت؟ امروز اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل کشور فلسطین رو به رسمیت دونستن. آمریکا اجازه نمیده کشور شکل بگیره. اسرائیل هم در منطقه فرستاده. در نتیجه آمریکا در این طول این مدت از موقع تشکیل اسرائیل تا کنون حدود 60 الی 70 مصوبه‌ای که در سازمان ملل و شورای امنیت رفتن که علیه اسرائیل صادر بشن آمریکا وتو کرده. در نتیجه اسرائیل تنها کشوری است که محاسبه نمیشه، تنها کشوری است که دستش رو باز گذاشتن و ایالات متحده آمریکا به عنوان بازوی خودش در منطقه خاورمیانه قرار داده تا اینکه دست به ظلم و ستم و جنایت بزند. حالا تا کجا این مطلب جلو میره، کجا میخواد جلوش گرفته بشه؟ بعد از این جنگی که اتفاق افتاد آیا آمریکا واقعا راضی بوده به این حمله، دستور داده به این حمله، هماهنگی کرده با این حمله، همراهی کرده با این حمله، بدون اجازهش بوده؟ آمریکا چه خواهد کرد واقعا بعد از این حمله به قطر، دولت همپیمان؟ خب قطر با یک سری از کشورهای غربی و ترکیه هم پیمان دفاعی امضا کرده. به نظر میرسد شرایط داره در منطقه پیچیده تر میشه و این چراغ سبزی رو که ایالات متحده آمریکا به اسرائیل داده روز به روز وضعیت رو در منطقه بغرنج‌تر و بحرانی‌تر میکنه. خب تماس‌های شما بینندگان عزیز و گرامی رو خواهیم داشت. من به همین اندازه اکتفا میکنم. شماره تلفن برنامه و شماره واتساپ برنامه زیرنویس میشن. شما میتونید تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میان بگذارید تا ببینیم که صحبت شما و دیدگاه شما در رابطه با این حمله و احتمالاً ما شاهد حملات دیگری هم در منطقه خواهیم بود، همونطوری که در طول سالهای عدید بودیم. ببینیم صحبت و دیدگاه شما چی هست. میتونید با شماره تلفن برنامه، میتونید با شماره واتساپ برنامه تماس بگیرید، دیدگاهتون رو مطرح بکنید و در واتساپ برنامه پیام متنی بفرستید و همچنین در یوتیوب برنامه، جایی که شبکه جهانی کلمه به صورت مستقیم در اونجا داره پخش میشه، اونجا هم میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میان بگذارید. نخستین بیننده‌ای که در خدمتشون هستیم، سلام علیکم، بفرمایید. برم. سلام، خوبی؟ آقای تروشبی؟ ممنون و متشکرم، بفرمایید. زنده باشی. من مخبر خامنه‌ای ام. صدای گیرندهتون رو ببندید و بفرمایید.
سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. خب من قسمت اولشون هم متوجه نشدم که چی گفتن اتاق فرمان. مخبر خامنه ای. خب به هر حال مبارکت باشه، امیدوارم روز قیامت در کنار خامنه ای حشر بشی. بیننده ای گفته که سریع به یوتیوب بزنیم و پیام های شما رو بخونیم، در یوتیوب ما رو همراهی بکنید. بیننده ای گفته سلام خدمت برادرمون عبدالقادر ترشابی، بینندگان یوتیوب شبکه توحیدی کلمه، و سلام، الله حافظتان باشد. و بیننده ای هم گفته میدونین چی شده؟ از بس که ما مسلمان ها چندش و ریاکار و نامردیم، خدا داره اسرائیل رو یاری میکنه. من اینطور میفهمم. چرا مسلمانان با هم متحد نمیشوند؟ خب این هم حرف نامناسب به کار برده. و بیننده ای گفته که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خدمت برادران و خواهران موحد و هدایت یافته و مسلمان و آزاداندیش از طرف لرهای بختیاری هدایت شده. خب صدای شما بینندگان رو میشنویم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد ترشابی عزیز، وقتتون بخیر، خواهش خسته نباشید. عاقبت بخیر، بفرمایید. استاد ترشابی، راجع به این حمله که رژیم غاصب و خبیث صهیونیستی به رهبران ارشد حماس انجام داده، به نظر من دو حالت وجود داره استاد ترشابی. یا اینکه دولت قطر خودش خبر داشته که خاک، اگه اینطور بوده باشه، امیدوارم که اینطور نبوده باشه، چون که اگه یادتون باشه موقعی که رژیم ایران به پایگاه العدید موشک باران کرد، دولت قطر خبر داشت. اگه تو این قضیه هم خبر داشته باشه که خاک آدم بر سر دولت قطر که اینقدر خائنه، امیدوارم که واقعا خبر نداشته باشه. اگر هم خبر نداشته باشه که خب اگر خبرم داشته باشه خب به هر حال رهبران حماس نجات پیدا کردن. شاید خبر شده، شاید این احتمال هست، شاید دولت قطر خبر شده و رهبران حماس جابجا کرده. خب خدا رو شکر اگر اینطور بوده باشه، خدا رو 100,000 مرتبه شکر که رهبران حماس. میگم یه احتمال هست. تا حالا که خبرهایی که در واقع خبرگزاری‌های عربی گزارش کردن، تا حالا این هست که هیچ یکی از رهبران حماس در این حمله کشته نشدن و این به نظر میرسه که خب یک مسئله اونجا وجود داشته. بله بفرمایید. امیدوارم که اینطور بوده باشه استاد ترشابی، ولی در کل این نقض حریم هوایی دولت قطره و این خودش تجاوز به خاک دولت قطره. این نشون دهنده اینه که این دولت ها باید دیگه خط خودشون رو از کشورهای مثل جنایتکار مثل آمریکا اینا جدا بکنن. بعد استاد ترشابی، این حمله یه چیز دیگر هم واقعا واسه ما مسلمان‌ها ثابت کرد که یهودی ها مخصوصا صهیونیست ها به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیستن. از اون طرف دارن با گروه حماس مذاکره میکنه، از این طرف میخوان رهبراشون رو ترور بکنن. این صحبت من بود استاد ترشابی. یه مطلبم عرض بکنم خدمتون. بله. در خصوص موضوع برنامه نیست، اشکال نداره استاد ترشابی؟ بفرمایید، مختصر، چون موضوع برنامه نیست، مختصر. زیاد وقتتون نمیگم. یه مزدور بی‌خاصیتی هست آقای حسن، دوست ندارم موضوع برنامه رو منحرف بکنم، ولی چند بار اومده توهین کرده به من، به شما، بلانسبت به بینندگان، به مهندس علی از مازندران، این شخص شریف و نجیب توهین کرده. آقای حسن تو چند شب پیش اومدی به من گفتی آدرس رو بده من پیدات میکنم. کودشت زندگی میکنی، هر جا زندگی میکنی. اگه مردی، دیشب اومدی به دخترای اهل سنت توهین کردی. تو به خواهر من توهین کردی، به دختر اهل سنت. اگه صیغه زاده نیستی که مطمئنم هستی، بیا همین برنامه آدرس خودتو بده. مگه نمیگی کودشت زندگی میکنی؟ هر جا هستی من پیدات میکنم. اگه شرف داری که نداری. عذر میخوام استاد ترشابی، خدا متعال یار نگهدارت. خواهش میکنم، کاش این موضوع رو مطرح نمی‌کردید. به هر حال مطرح کردید، خدا یار و نگهدارتون. به هر حال من فکر میکنم کشورهای کوچیکی مانند قطر کار زیادی از دستشون ساختن نیست، ولی جهان اسلام
باید در برابر این تجاوزهای اسرائیل یک فکری بردارن و اجازه ندهند که اسرائیل اینطوری به راحتی در جهان اسلام جولان بده و هر کجا دلش خواست آدم بکشه، بمباران بکنه و مرتکب جنایت بشه. اگر جهان اسلام یک اقدام جدی انجام ندن، یک روز نوبت لبنان، روز دیگه نوبت سوریه میرسه، روز دیگه نوبت قطر میرسه و نوبتی یکی یکی خواهد رسید. در نتیجه ما باید بیدار و آگاه باشیم. بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم، بفرمایید. صدای گیرنده یا تلویزیونتون رو ببندید و بفرمایید. بفرمایید. خب شما قطع شدید و بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما استاد گرامی. خواهش میکنم. سلام بر شما، بفرمایید. خدمت شما بگم به نظر شما اسرائیل چه تهدیدی هست، در چه سطح تهدید اسرائیل هست بر علیه دنیای عرب، بر علیه دنیای اسلام؟ حالا مثلا تو همین ایران شاهزاده رضا پهلوی که اسرائیل گرفته حامیش، یا حتی تو دنیای عرب همین امارات و بحرین رفته رابطه برقرار کردن، گفتن تهدیدی هست به اسم جمهوری اسلامی، یه اسرائیلی هست و حامیمون باشه بر علیه جمهوری اسلامی هست، بریم باش ارتباط برقرار بکنیم. حتی تو همین شبکه کلمه خود شما با آقای خدمتی تو همون برنامه شب جمعه که میشینید مدیر آقای کیانی از نشستی بودی، گفتی که این اتهامات که میدنن به شبکه کلمه که از اسرائیل پول میگیری، از آمریکا پول میگیری. خود شما گفتی اگه اسرائیل و آمریکا که پول بدن، آقای خدمتی گفت ما رو سرمون میذاریم که با جمهوری اسلامی مبارزه کنیم. حالا اینکه تو این خاورمیانه کشورها با اسرائیل متحد بشن، اونو به دید حامی نگاه بکنن، چقدر میتونه به نفع باشه، چقدر میتونه به ضرر باشه. از همه جنبه ها نگاه بکنید. بالاخره اسرائیل میشه که میخواد کل خاورمیانه رو به نحوی کنترل خودش قرار بده، به دولت دست نشانده بذاره یا بمباران بکنه. حالا شما دقیق تر توضیح بدید. ممنون، متشکرم. ممنون و متشکرم. اولا که بنده معتقد به این نیستم که اگر اسرائیل به ما پول بده ما از پول اسرائیل استفاده بکنیم. به هر حال نمیدونم استاد خدمتی این حرفو زده. این یه نکته. نکته دوم این هست که به طور کلی واقعیتش این هست که جهان اسلام الان یه مقداری دچار مشکله و به این معنی که بعضیا به این نتیجه رسیدند که ضرر جمهوری اسلامی ایران برای اسلام و مسلمین از ضرر اسرائیل بیشتره. میگن خب اسرائیل از عمرش حدود 75 سال 80 سال داره میگذره، در اینجا چند تا فلسطینی کشته؟ 10,000 100,000 فلسطینی کشته، 200,000 کشته، 300,000 کشته. خب درست. چند نفر آواره کرده، مثلا 5 میلیون فلسطینی رو، 8 میلیون فلسطینی رو آواره کرده، درست. ولی جمهوری اسلامی چقدر کشته؟ 5 میلیون انسان کشته، 10 میلیون نفر رو از سوریه و عراق و یمن و منطقه آواره کرده. خب اینا میگن این بخش از جهان، میگن ضرر جمهوری اسلامی بیشتر هست. اگر ما بین جمهوری اسلامی و اسرائیل سبک و سنگین بکنیم، بهتر اینه به سمت سوی اسرائیل بریم و تا اینکه در جلوی جمهوری اسلامی واستیم و بعد حالا درباره اسرائیل هم تصمیم بگیریم. شاید بحث موضوع صلح ابراهیم در این راستا پیش رفت، ولی خب دیروز امارات متحده عربی هشدار داده به اسرائیل، گفته کارهایی که داری میکنی در واقع صلح ابراهیمی رو به هم میریزه. یک طرف دیگه در میان توده های مردم، در میان علمای اسلام یه نظر و دیدگاه دومی هم وجود داره و اون این هست که در این شرایط باید پشت سر ایران ایستاد و اجازه نداد که اسرائیل جنایت بکنه. اینجا هم یه اختلاف نظر متاسفانه وجود داره که برخی میگن باید طرفدار این بود، برخی میگن باید طرفدار اون بود. ما در شبکه جهانی کلمه موضعمون موضعی وسط بود بین این دوتا موضع‌گیری. ما معتقدی به این بودیم که هم نظام ولایت فقیه و هستیم که هم نظام ولایت فقیه یک نظام مجرم و جنایتکاره و هم نظام اسرائیل یک نظام جنایتکار هست و گفتیم اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و اخرجنا من بینهم سالمین غانمین. بار الهی این ستمگران را با یکدیگر
مشغول بگردان. این هم دیدگاه سومی است که ما در شبکه کلمه یا بسیار یا در جهان اسلام دارند که ما میگیم دیدگاه درست‌تر اینطوریه. به نظر من جهان اسلام باید حسابش رو هم از اسرائیل جدا بکنه، هم از جمهوری اسلامی ایران جدا بکنه، خودش روی پای خودش بیسته. ما توانایی زیادی در منطقه داریم. ما کشور پاکستان داریم که اتمی هست، ارتش‌های بزرگ و قدرتمندی مانند ارتش ترکیه، دومین قدرت ناتو رو داریم، ارتش مصر رو داریم، عربستان سعودی رو داریم، کشورهای قدرتمندی در منطقه داریم که میتونن روی پای خودشون بیستن و هم در برابر تجاوزات اسرائیل واستن و هم در برابر تجاوزات ایران واستن. البته داره تلاش‌های صورت میگیره. حقیقتش اینه، ببینید کشورهای ترکیه و عربستان سعودی و قطر و امارات و خیلی از این کشورها با هم دیگه همکاری کردند تا سوریه رو از دست آخوندها نجات دادند و آزادش کردند و این چیز مثبتی بود و الان هم حضور دارند. الان هم دارن تلاش میکنند که از حملات اسرائیل جلوگیری بکنند. ترکیه هر آن احتمال داره در سوریه نیرو پیاده بکنه و از آسمان سوریه دفاع بکنه. پیمان دفاعی امضا کرده. کشورهای عربی هم دارن، در نتیجه داره کارهای انجام میگیره. شاید این جنایت هایی که اسرائیل انجام میده، این حرکت هایی که انجام میده، درسته ما داریم به ظاهر ضرر میکنیم ولی به نفع جهان اسلام باشه. جهان اسلام بعد از اینکه یک مدتی اختلافات شدید با هم دیگه داشتن نزدیکتر بشن. الان این اتفاق افتاده. ترکیه و پاکستان و اندونزی و مالزی و عربستان سعودی و مصر و امارات دارن با همدیگه نزدیکتر میشن و امیدواریم که این نزدیکی ها به جایی برسه که تبدیل به پیمان دفاعی بشه، تبدیل به پیمان نظامی بشه مثلا ناتو و بتونن ایستادگی بکنند. حالا این ایستادگی چه در برابر زورگویی‌های اسرائیل و آمریکا و غرب باشه و چه در برابر زورگویی‌های نظام ولایت فقیه باشه و یک توازنی در منطقه برقرار بشه که این جنایت‌هایی که اسرائیل با کمک و همکاری آمریکا در اینجا انجام میده انجام نگیرد. بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام استاد ترشاوی، خسته نباشید. سلام بر شما، خواهش میکنم، بفرمایید. استاد ترشاوی عزیز، نگاه کن مثلا اسرائیل بدون به اصطلاح هماهنگی با آمریکا هیچ کاری انجام نمیده. یعنی نوکرشه، غلامشه، غلام آمریکاه. آمریکا در جریان حمله به قطر به ایشون، به اسرائیل به صورت چراسب نشون داده که بره کار بکنه و خود حماس هم حالا مثلا در هر کشور اصلا تردد میکنم تو شما فرمایش کردی اومدن برای مذاکره برای هر چیز، حق نداره به یک کشور کوچکی مثلا قطر حمله بکنه. حالا ایشون اینقدر یعنی چی بگم کثیف و جنایتکار هستن که فردا امکان داره به امارات حمله بکنه، امکان داره به بحرین حمله بکنه. حالا اینا مثلا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس الان چه اتحادی میخوان بین خودشون و اسرائیل برقرار بکنن؟ این جنایتکار، این مزدور، این بیشرم و بی‌حیا فقط دشمن مسلمانه، فرق هم براش نمیکنه چه ایران باشه، چه ترکیه باشه، چه امارات باشه، چه هر کشور دنیا باشه، اسم مسلمان باشه. خیلی خوب هستن تمام اسرائیل مثلا رهبران مثلا حماس در مثلا کل کشورها هستن، تو حق نداری اون رو بکشی. استاد ترشاوی یک چیزی من بهتون بگم، الان نگاه کن در خود غزه مردم به صف میکنن برای غذا، تو صف غذا یک جنایتکار داره آدم میکشه، دیگه ما چه توقعی داریم؟ و در سوال آخر که شما دارم استاد ترشاوی، آیا حمله حماس به اسرائیل درست بود؟ به عقل نمی گنجه. الان ما 62,000 کشته داریم در غزه. الان من بارها این خدمتتون گفتم، الان وقتی این حرفا نیست درست بود یا درست نبود. مثل من بارها مثال زدم براتون، گفتم در جنگ بدر مسلمانان اشتباه کردند ولی قرآن سرزنششون نکرد. چرا؟ برای اینکه اشتباه اجتهادی کردن. فرض کنید الان ما بیایم، حماس شاید مشکلات زیادی داشته باشه فلان حرکت، الان وقتی این که ما بیایم بگیم که حماس چرا این کار کرد، الان این هست که اسرائیل به عنوان یک قدرت سرمست داره آدم میکشه. در سوریه چرا اسرائیل آدم میکشه؟ حالا حماس اونجا اشتباه کرد. در کرانه باختری چرا اسرائیل داره آدم میکشه؟ در جاهای دیگه. در نتیجه به نظر من الان وقتی این حرفا نیست، باید آدم موقعیت شناس و سیاست شناس باشه. بعد از اینکه این جنگ خوابید تموم شد، اون وقت متفکران و اندیشمندان جهان اسلام و سران حرکت‌ها و جریانات اسلامی کنار همدیگه بشینند این موضوع رو بررسی بکنند و بهش بپردازند. ممنون و متشکرم. بله. آخر صحبت بکنم میباشه. بله. آخر صحبت بکنم.
اینه که الان مثلا کشورهای عربی مثل حوزه خلیج فارس اینا باید قطع روابط بکنن با خود اسرائیل. تمام سفیر حالا هر چی از در امارات در همونجا باید بکشن بیرون بره. خلاص این یک جنایتکاره. ازتون ممنونم. خداحافظتون. خواهش میکنم. به هر حال ما نمیتونیم تعیین کننده سیاست‌های کشورهای عربی باشیم، اونها به هر حال مصالح و منافع خودشون رو میدونن. ولی بله، واقعیت این هست که با این حملاتی که داره انجام میده، همه کشورهای جهان اسلام من جمله کشورهای عربی در روابطشون با اسرائیل جا داره. حالا حداقل عقل ما اینقدر کار میکنه که تجدید نظر بکنند، وگرنه این اسرائیل همونطوری که شما و بینندگان قبلی هم اشاره کردن به هیچ عهدی و به هیچ پیمانی پایبند نیستن. اینو ما نمیگیم، قرآن کریم گفته اینها پیمان شکن هستند، عهد شکن هستند و به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیستند. بیننده گفته سلام آقای ترشابی عزیز، اول حماس، بعد حوثی و بعد حزب الله لبنان و سوریه، عراق و حالا قطر. اینطور به نظر می‌رسد که اسرائیل بند پاره کرده. سوال: آیا به نظر شما بعد نوبت موشعلی خامنه‌ای رهبر موش لمین جهان است؟ نظر شما چیست؟ به امید نابودی سید علی گدای لوچک و آزادی مردم ایران، مرگ بر خامنه‌ای کذاب و لعنت بر خمینی ملعون، یا الله. با تشکر از شما. ببینید، اسرائیل قابل پیش بینی نیست. اسرائیل بازوی آمریکا در منطقه هست. چه بسا ایران، الان من در اول ذکر کردم، ایران یه مقداری نرمش نشون داده با سازمان انرژی اتمی، با کشورهای اروپایی، با گروسی داره مذاکره میکنه، قراره با آمریکا هم مذاکره بکنه و احتمال داره کوتاه بیاد و به هر حال شرایط اونها رو قبول بکنه یا به عبارت دیگه تسلیم بشه در برابر شرایط اونها. اگر تسلیم نشه حتما بهش حمله میکنن، در این هیچ شک و تردید نیست. ولی حقیقتا ما امروز سوک و سنگین میکردم با یکی از دوستان، گفتم چه بسا اگر اسرائیل و آمریکا این حمله رو انجام نمیدادن، مردم ایران زودتر آزاد میشدن. الان خامنه‌ای به بهانه اینکه هر کس اعتراض بکنه، هر کس تظاهرات بکنه، هر کس اعتصاب بکنه، خامنه‌ای به بهانه اینکه اینها مزدور آمریکا و اسرائیل هستند، راحت‌تر داره سرکوب میکنه و این مشکلی است که ما باهاش الان مواجه هستیم. بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای ترشابی. علیکم السلام، خواهش میکنم، بفرمایید. احوال شما؟ سلامت باشید. ممنون و متشکرم. آقای ترشابی، من یادم هست اول انقلاب شعار میدادن، میگفتن چه شیعه چه سنی، رهبر فقط خمینی. امروز هم باید شعار بدیم رهبر فقط خامنه‌ای. ما هیچ راهی نداریم. خب ما که شعار دادیم اون روز که مردم همه شعار دادن، گفتن چه شیعه چه سنی، رهبر فقط خمینی. خمینی که رهبری نکرد، خمینی پدری نکرد، خمینی سنی‌ها رو کشت، علمای اهل سنت در ایران اعدام کرد، اجازه نماز خوندن بهشون در تهران نداد، سوختبران میکشه، کولبران میکشه، مردم میکشه. ما اگر بگیم رهبر فقط خمینی، همین اهل سنت ایران، 20 میلیون سنی ایرانی که زیر ظلمن، زیر ستمن، زیر تبعیضن، روزانه کشته میشن، روزانه اعدام میشن، همشون ما رو لعنت میکنن. فکر نمی کنید که این راه به جایی نمیبره؟ خب شما قطع کردید. به هر حال سخته. اون 47 سال پیش، ببخشید، آره حدود 45 46 سال پیش که این شعار میدادن، چون هنوز ماهیت خمینی روشن نشده بود. امروز ماهیت خامنه‌ای روشن شده. رفتارش با اهل سنت، رفتارش با علما، رفتارش با مدارس دینی، رفتارش با مساجد اهل سنت، کشتار اهل سنت روشن شده. امروز خیلی سخته یک سنی بیاد و بگه فرقی نمیکنه رهبر ما خامنه‌ای است، عالم و آدم لعنتش میکنن. بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای ترشابی عزیز. علیکم السلام، خواهش میکنم، بفرمایید. آقای ترشابی جان، خودتو به زحمت ننداز. خب بله بگو. خب این مملکت درست بشو نیست. حالا جدای از بحثه، تو امثالتون نشستی اونجا پشت سر آقای خامنه‌ای بعد میگی تو چی کاره هستی؟ خب اول بذار یکی یکی پیش بریم. چرا به نظرت مملکت درست بشو نیست؟ امثال شما زیاده تو این مملکت. امثال ما اگه زیاد می بودند خامنه‌ای حکومت نمی کرد و امثال ما البته خیلی زیادند امروزه، ولی خامنه‌ای با چوب و چماق ایستاده. ولی من مطمئنم که آینده ایران روشن، خامنه‌ای ساقط خواهد شد و ایران آزاد خواهد شد. آقای ترشابی خب بیاد قطر جواب اسرائیل رو بده دیگه، یه دونه موشک پرت کنه. میتونه؟ قطر یک کشوری است، یک وجب در یک وجب.
انتظار هم نمیره که قطر این کارو بکنه و قطر اصولا این کاره نیست. قطر با هماهنگی آمریکا گفته رهبران حماس بیان اینجا مذاکره بکنن با اسرائیل. آمریکا و اسرائیل با هم شدن، خیانت کردن، به قطر حمله کردن و قطر اهل جنگ نیست، قطر اهل این چیزا نیست. بله اگر مصر تصمیم بگیره حمله بکنه یک چیزی، اگر ترکیه تصمیم بگیره حمله بکنه یک چیزی. قطر این کاره نیست. قطر هرگز هم شعار نداده که من میخوام اسرائیل نابود بکنم، چون در اون حد و اندازه نیست. آقای ترشابی جان، بله کلی از میکنم خدمتتون، اگر ایران مثلا نمیزد، نمیدونم فلان کارو نمیکرد، شما همه این کارا رو مینداختین گردن ایران. نمیدونم ایران نتونست بزنه، ایرانو زد، نمیدونم فلان کارو کرد، خامنه ای نتونست جواب بده، فلان نتونست. پس چرا از قطر و از اون همون عربستان و نمیدونم فلان چیزا حرف نمیزنید؟ اگه ارزه دارن یکشون بیان جلو. ببینید به نظر من باید ارزه داشته باشن، بیان جلو کشورهای مسلمان و عربی همهشون، ولی نمیان. من این قبول دارم، با شما هماهنگم، ولی بحث من اینه که کشورهای عربی وقتی زورشون نمیرسه 4 تا جنگ با اسرائیل انجام دادن، در هر 4 جنگ شکست خوردن. نه با اسرائیل، با آمریکا بود، با غرب بود، شکست خوردن. در نتیجه مقداری دارن مدارا میکنن، میگن آقا زور ما نمیرسه. حرف ما این هست که الان خامنه ای شعار داده 47 سال که من اسرائیل نابود میکنم. حالا نابودش بکنه، چرا نابودش نمیکنه؟ ببینید انشالله مثل جنگ خیبر با امیرالمومنین یادشون میاد، از ما نابودشون میکنیم. شما نگران نباشید. بله اگر شما، من یه چیزی بهت بگم، بهت بگم والله بالله تلا، اگر شما پیرو امیرالمومنین علی ابن ابی طالب می بودید حتما بر یهود پیروز می شدید، حتما بر صهیونیست‌ها پیروز. من در این شکی ندارم. ولی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب اسم فرزندانش ابوبکر و عمر بودن و عثمان بودن. شما ابوبکر و عمر و عثمان لعنت میکنید. جناب ترشابی چرا نشیم؟ چون پیروش نیستید دیگه. اگر پیروه برای این که شما در 47 سال به جای اینکه بین مسلمانان وحدت ایجاد کنید اختلاف انداختید، عمرکشون به راه انداختید، فاطمیون به راه انداختید، زینبیون به راه انداختید، مردم سوریه را قتل عام کردید، مردم عراق قتل عام کردید. حیدر همینطوری پیروز شد در جنگ خیبر. در جنگ خیبر در کنار حیدر ابوبکر و عمر و عثمان حضور داشتن. جناب آقای ترشابی، بله من خسته نباشید میگم بهتون، انشالله همون روزم میرسه اسرائیل هم ما نابود خدا بکنه. الحمدلله الذی جعلنا من یک چیزی قلبی بهت بگم بیننده گرامی، والله بالله تلا، اگر اسرائیل چه توسط شما نابود بشه چه توسط کسی دیگه ما خوشحال میشیم، والله. ولی من در افق اینو نمیبینم که خامنه ای یک آدمی که خودش قاتله، خودش جنایتکاره، خودش به اهل سنت اجازه نمیده یه مسجد در تهران داشته، من اینو در افق نمیبینم که موفق بشه. ولی اگر این کارو بکنه خیلی آقای خوبه. ترشابی، بله اصلا آقای خامنه ای جنایتکار که اونطوری نیست که شما فکر میکنید. خب اصلا میگیم شما میگین جنایتکار، اونم جنایتکار، درسته؟ شما مرد مومن الان برمیگردی میگی اگر بین جمهوری اسلامی و اسرائیل فلان چیز باشه ما میریم طرف اسرائیل، ما میریم طرف. نه ما نمیریم. ما کی گفتیم ما میریم طرف اسرائیل؟ بابا همین الان گفتین شما. من همین الان گفتم. الان من بهت گفتم در جهان اسلام ببینید تحریف نکنید حرفای من که حی حاضرش هستم. گفتم بعضیا میگن در این جنگ باید از اسرائیل حمایت بکنیم، بعضیا میگن در این جنگ باید از ایران حمایت بکنیم. ما گفتم بعضی هم میگن که ما جزو اون گروه سوم هستیم، هر دو تا جنایتکارن و خدا اینا رو با هم مشغول بکنه، ظالما رو به جون هم دیگه بیاندازه. این موضع ماست. پس موضعتون هم که مشخص کردین دیگه، درسته؟ آره دیگه، موضع ما رو از روز اول جنگ 12 روزه ما این موضع رو گرفتیم و به صورت ثابت و بخش زیادی در جهان اسلام از علما، از شخصیت ها موضع این هست، مشخصه، روشنه. آقای ترشابی جان، من بیشتر از این مزاحمتون نشم، وقت برنامه‌تون رو نگیرم. انشالله به نابودی اسرائیل هم کم مونده، نزدیک میشیم. والله چه خامنه‌ای نابود بشه، والله چه خامنه‌ای نابود بشه، چه خامنه‌ای نابود بشه، چون اونا نابود بشن ما خوشحال میشیم، والله خوشحال میشیم.
از ظهور حضرت مهدی ظهور نمیکنه. 1400 تا رفته پنهان شده، از کجا ظهور میکنه؟ بسیار خوب. بیننده گفته سلام علیکم استاد ترشابی، خدا قوت استاد. ما با شیعه هیچ گونه وحدتی نداریم. از یک طرف علمای اهل سنت را میکشید، از طرف دیگر جامعه خونین زاهدان که 100 نفر پیر و جوان و کودک که جرمشان نماز خواندن بود به خاک و خون کشیدید و بعد خجالت نمیکشید. شیعه رافضی که دم از وحدت شیعه و سنی میزنی، تو به جان امام زمان نرگس خانم دست از سر مردم ایران دست بردارید. ما هیچ وقت با شیعه برادر نیستیم، چون شما به ازواج رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین میکنید و خلفای راشدین را که الله در سوره توبه آیه 100 با آنها وعده بهشت داده و شما کوردلان آنها را لعنت میکنید. ننگ و شرم بر شیعه رافضی که خود را طرفدار علی و حسین میداند. شما هیچ ربطی به علی ندارید. علی اهل سنت و سنی بود، نه شیعه ملعون رافضی. پس ای شیعه، ما با شما وحدتی نداریم. از اهل سنت دوری کنید و به شرک خود و قبر پرستی ادامه دهید، چون شما دل به دنیا بستید و به فکر دزدی و صیغه و خمس هستید. ای آخوندها، گورتان را گم کنید و دست از سر ملت ایران بردارید و بروید. پهلوی، اربابتان پوتین و چین نجس کمونیست، خدا لعنت کند. خمینی گور بگور شده و نابی ایشان خامنه‌ای. شما ای آخوندها به جان امام زبان پسر نرگس ایتالیایی بروید و ایران را به ملت ایران برگردانید تا مردم از شر آخوند شیطان صفت نجات یابند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر استاد ترشابی، ممنون. ولی پیام ها رو یه مقداری کوتاه‌تر بفرستید تا اینکه ما بتونیم به پیام های بیشتری بپردازیم. بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام بر شما. الو. سلام، بفرمایید. الو. سلام بر شما، بفرمایید. به این پسره بچه کونی. حالا این ادبیاتی است که 47 سال حاکمیت ولی فقیه به ایشون یاد داده. خب نمیتونی بیا مثل آدم نظرت بگی، دیدگاهت بگی، حرفتو بزنی. بیننده گفته سلام خدمت آقای ترشابی. آمریکا و اسرائیل در تمام زمینه‌ها با هم همکاری میکنند. اسرائیل بدون چراغ سبز آمریکا نمیتوانست این جنایات را در غزه و جاهای دیگر انجام بده، از جمله حمله به قطر. تنها راه نجات تحریم همه جانبه کالاهای آمریکایی توسط مردم مسلمان. باور کنید این از هر سلاح دیگر کارسازتر خواهد بود. کاش جان اسلام جمع می شدند، به یک جمع‌بندی می رسیدند، حالا چه در باب تحریم و چه در ابواب دیگری که صحبتش هست. سلام علیکم، بفرمایید. سلام جناب ترشابی، وقت شما بخیر. عاقبت بخیر، خواهش میکنم، بفرمایید. ما همیشه زنگ میزنیم، از شما استفاده میکنیم. خواهش میکنم. من خواستم بگم که این اشخاصی که میان پای تلویزیون زن و بچه نشسته، یک رعایت بفرمایند. دو، خواستم بگم که حمله به قطر ماهیت کثیف اسرائیل رو نشون داد از نظر من، چون قطر یه میانجی بسیار خوب بود، عادلانه و درست رفتار میکرد و حمله اسرائیل رو به قطر کاملا محکوم میکنه. خیلی ممنونم، لطف کردی، پاینده باشید. خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکر. بیننده گفته سلام استاد ترشابی. استاد اگر جهان اسلام بیدار نشوند و جلوی اسرائیل کافر خبیث را نگیرند، من مطمئناً فردا به عربستان حمله میکند، بعد به ترکیه حمله میکنه و در کل جهان اسلام روی آرامش نخواهند دید. باید کشورهای اسلامی با هم یک ناتوی عربی و اسلامی تشکیل بدهند و جلوی این خبیث غاصب را بگیرند از هر سرحد زمین خاش. واقعا در این شرایط و روزگار جهان اسلام نیاز به اتحاد و همبستگی و یک پارچگی بیش از پیشی داره. وقتی من میگم جهان اسلام، جهان اهل سنت رو میگم. آخوندها حسابشون با اسلام و مسلمین جداست. و بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم، بفرمایید. آیه ترشابی سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید. آیه ترشابی سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. آیه ترشابی عزیز، به لطف خدای بزرگ من در حدود 4-5 سال یکتاپرست شدم و فقط الله را میپرستم. خدا را شکر. چون خودم شیعه هستم و فقط خدا را میپرستم. ولی توی اجتماع که به خدا حافظی میکنیم، خب میگن یا علی، ولی منم تو اون دورایی موندم بگم یا علی یا نه، چون من از علی کمک نمیخوام. اعتقاد من بر این همون شیعه موندم ولی الله پرست شدم. آیا وقتی میگن یا علی منم بگم یا علی؟ چون از علی میگم یا علی، از
حضرت علی و همه کمک نمیخوام. یه کمی ازت کسی به من میگه یا علی، من تو وسط میگن یا علی یا علی. آیا اسم علی رو بیارم گناه کردن یا اینکه یه کمی بین دو راهی قرار گرفتم؟ بله، عرض به حضورتون که صداتون هم قطع و وصل میشد. ببینید کلمه یا علی رو اگر کسی به این نیت بگه که علی رضی الله تعالی عنه صدای من میشنوه، به من کمک میکنه، برایش مقام و منزلت خدایی قائل شده و این شرک هست، شرک اکبری که مخرج من المله هست، یعنی از دین اسلام انسان رو خارج میکنه. اما اگر کسی بگه یا علی و نیتش نباشد که علی میتونه کمک بکنه، علی میتونه به دادم برسه، سر زبانش هست میگه یا علی، این شرک نیست، این کفر نیست، ولی حرامه. چرا حرامه؟ برای کمک به شرکه، برای اینکه مشابهت با اعمال مشرکین هست. ببینید مثلا برای صحابه بگیم علیه السلام، برای علی بگیم هیچ اشکال نداره بگیم علیه السلام، ولی چون تشابه با روافض پیدا میکنیم درست نیست که بگیم. در نتیجه علی گفتن شما جایز نیست یا علی گفتن شما جایز نیست، ولو اینکه نیت اینو نداشته باشید که به شما کمک بکنه. اگر اون نیت داشته باشه که شرک. در نتیجه اونایی که میگن یا علی، شما گیر نکنید بگید یا الله، هیچ اشکالی هم نداره به نظر من و مسئله کاملا حله. بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم، بفرمایید. استاد ترشابی خسته نباشید. سلامت باشید. خواهش می‌کنم. یه حرف تکراری هست دیگه، شما فرمایش میکنید، معمولا همیشه من زیاد میشنوم این که میگین کشور عربی قدرت ندارن. واقعا من نظرم خلاف اینه. اتفاقا قدرتی که ما توی خاورمیانه داریم، کشورهای مسلمان، اصلا دست احدی نیست، فقط همین از نظر حربی همین شیر نفت، بقیه اصلا ولش بکنیم، وسعت و جمعیت و مردم. دولت، این دوستایی که زنگ میزنن، دولت با ملت رو با هم جدا بکنن. ملت‌های اسلامی همیشه دلشون برای اتحاد همدیگه سوخته، دلشون برای فلسطین سوخته، اما قصه دولت‌ها فرق میکنه. از جنگ جهانی که 5-6 خانواده اومدن تو کویت، فلان بهمان، 5-6 تا خانواده توی این 200 سال هم موندن، اینا دست نشاندن. قصه اینه، یعنی مثلا این مسیر ترانزیت نفت توسط این خاندان باید در راه هموار بشه و همیشه به این شکله. یعنی ما فکر نکنیم اینا قدرت ندارن، نه، کسی که دست نشانده است عملیاتی انجام نمیده. زمانی که جمال عبدالناصر میخواست اتحاد پان عربی رو راه بندازه، سعودیا اومدن جلوش در اومدن دیگه، بر علیه آمریکا میخواست جمال حرکت بکنه، سعودیا نذاشتن. منظورم اینه که دولت‌ها رو با ملت‌ها دوستایی که زنگ میزنن جدا اینه که شما میگید سعودیا نگذاشتن، فکر نکنم اینو دیگه همه میدونن. سعودیا ملک فیصل نفت رو قطع کرد از غرب و آمریکا و ترورش کردن. اتفاقا فکر ملک فیصل بود در خاندان آل سعود، فقط در خاندان آل سعود، فقط همون دوره ملک فیصل بود و بقیه همش در حال دست دادن به آمریکان. حالا به هر حال اونم خود داستان سیاسی خودشو داشت. میخوام بگم ملت‌ها و دولت‌ها خیلی با هم دیگه فرق میکنن. خب حالا یعنی شما فکر میکنید اگر کشورهای عربی مثلا اسلامی جمع بشن و نفت رو قطع بکنن، شما فکر میکنید میتونن نتیجه بگیرن؟ قطع چیه؟ اصلا میزان تولیدشون تهدید بکنن به اینه که ما شیر رو یه ذره میخوایم ببندیم، همین. قطع که اینا بیچاره. خب ممنونم، متشکرم. هم یه طرحی است و یک نظر و دیدگاهی است که چیزهای زیادی مورد بحث و بررسی است، ولی خب کشورهای عربی و اسلامی به دلیل اختلافات سیاسی که وجود داره به نظر من به راحتی به نتیجه نمیرسن، چه در بحث این که نفت رو، تولید نفت رو کم بکنن، صادرات نفت رو کم بکنن، چه در بحث این که روابط سیاسیشون رو با کشور اسرائیل قطع بکنن، و چه در بحث این که دست به دست هم بدن و به هر حال یه اقدام جدی علیه اسرائیل انجام بدن. اشکالی که وجود داره، امیدواریم که جهان اسلام به همدیگه نزدیکتر بشن، قلب‌ها به یکدیگر نزدیکتر بشن و ما شاهد اون روزی باشیم که یک کشور در منطقه مثل اسرائیل نتونه اینطوری به راحتی زنان و کودکان رو در غزه، فلسطین، کرانه باختری، سوریه و جاهای دیگه به قتل برسونه. بیننده‌ای گفته با سلام و عرض احترام، آقای ترشابی عزیز، شما فقط در مورد غزه صحبت میکنید ولی از کردها حرف نمیزنید که در سوریه، ترکیه، ایران به قتل میرسند و زن بچه‌هاشان ربوده میشوند. لطفاً این پیام را بخوانید. ببینید، ما بحث‌های قومی رو معتقد به این هستیم
حتما به کردها در ترکیه ظلم میشه، در کشور به بلوچ‌ها مثلا در پاکستان ظلم میشه و به خواهان آزادی هستند، خواهان. ولی ما الان بیشتر نیاز به اتحاد داریم تا اینکه به اختلافات در میان کشورهای مسلمان دامن بزنیم. ما خودمون به عنوان ملا، ما خودمون به عنوان کسانی که فکر دینی و عقیدتی داریم، در بین خود اهل سنت اختلافات زیادی وجود داره، اختلافات اعتقادی، اختلافات فکری، اختلافات فقهی، ولی ما به این مباحث دامن نمیزنیم. اون چه که حق است و درست است رو میگیم. ما معتقدیم که امروز مردم کرد، مردم ترک، مردم فارس، مردم عرب همه نیاز به این دارند که مسالمت آمیز کنار یکدیگر زندگی بکنن، تفرقه بیشتری ایجاد نشه. ببینید این کشورهای کوچیک کوچیکی که در منطقه تشکیل شدن بعد از جنگ جهانی اول و دوم اینا درست شدن و این وضعیتی که شما شاهد هستید و ضعفی که در جهان اسلام هست، ما امیدواریم که همه به حق همدیگه قانع باشن و در حق هیچ یکی از ملت‌ها ظلم و ستم نشه. ولی از ما نخواهید که ما در شبکه جهانی کلمه به اختلاف میان مسلمانان اهل سنت دامن بزنیم. ما همیشه گفتیم مثلا در افغانستان اکثرا سنی هستن ولی با هم مشکل دارن دیگه. طالبان و جبهه شمال و قبلا برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود و اون طرف قضیه حکمتیار و دیگران با هم دیگه مشکل داشتن. الان هم حکومت مرکزی طالبان با جبهه شمال و تاجیک ها دچار مشکل هستن، ولی ما سعی میکنیم به اینها دخالت نکنیم و به اینها دامن نزنیم. دعایمون این هست که اینها با همدیگر یک پارچه بشن. بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام بر شما. سلام آقای ترشابی. سلام بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید. آقای ترشابی این که میفرمایند که پیغمبر حنیف بوده، اینو برای من توضیحی بدید. بله. پیغمبر حنیف بوده میگن. بله. بسیار. بله قبلا میگن. بسیار خوب. پیغمبر حنیف بوده. پدر حنیف یا دین حنیف ابراهیم علیه السلام بوده. حنیف یعنی یک سو، یعنی یک جهت، یعنی موحد، یعنی یکتاپرست، یعنی تنها الله رو صدا میزده، میگفته یا الله، یعنی تنها از الله متعال دستور میگرفته، یک سو و یک جهت، نه از بت نه از بزرگان، یعنی یکتاپرست. خلاصه کلام این که یکتاپرست. بیننده گفته سلام جناب استاد، این حمله از نظر بنده محکوم هست، چون این اسرائیل مانند همان سگهار می باشد که هر کس و هر جا را تک و پاره می کند و یک کشتار برای خامنه‌ای و طرفدارانش می باشد که تمام دست و پاهای این اختاپوس قطع شده و فقط سر اختاپوس مانده که به زودی این سر بدون مغز هم با توسط مردم و یا توسط اسرائیل نابود خواهد شد. اما اگر توجه کرده باشید تمام حملات در کشورها و بلاد اسلامی می باشد. خدا یا شری برانگیزد که خیر ما در آن باشد. آمین یا رب عالمین. این هم دیدگاهی که این بیننده گرامی مطرح کردند. بیننده گفته سلام علیکم استاد ترشابی، پژواک هر نیکوبدی به زودی دامنگیر خواهد شد. قرآن کریم حماس باعث ویرانی غزه و کشتار مردم بی‌دفاع شد و پژواکش دامنگیرش شد. به هر حال دیدگاه شماست، ما بر این دیدگاه نیستیم و ما معتقدیم مردم فلسطین همهشون برای آزادی و مبارزه با اشغالگری دارن مبارزه میکنن. این مثل اینه که کسانی که در ایران مبارزه میکنن و توسط خامنه‌ای کشته میشن، شما بگید که اون مبارزین باعث شدند که کشته بشن. نه، اونا مبارزه کردن. بیننده گفته با سلام استاد، من مسلمانم ولی اینو میگم از قدیم گفتن پا روی دم مار نزار تا نیشت نزنه. خب چرا حماس 7 اکتبر را رقم زد؟ خب تاریخ که از 7 اکتبر شروع نمیشه. هزاران 7 اکتبر رو اسرائیل قبل از اون انجام داده و بهانه دست اسرائیل دادن. فلسطینی ها زندگیشون خیلی بهتر از ما ایرانیان بود. قدر عافیت را نه، اینطوری نیست. قدر عافیت را ندونستن. روزانه اسرائیل میکش در کرانه باختری و در غزه و جاهای دیگر. حماس آمد به خاطر پیمان ابراهیم که صورت نگیره همچون اشتباه بزرگی رو مرتکب شد. مسلمانی ما باعث نشود حق و حقیقت رو پایمال کنیم، خداییش خود مردم قضاوت کنند. بیننده عزیز، یعنی بله اگر واقعا قبل از 7 اکتبر هیچ جنایتی صورت نمی گرفت، هیچ فلسطینی کشته نمی شد، هیچ سرزمینی غصب نمی شد، به هیچ زنی تجاوز نمی شد، هزاران نفر در زندانهای اسرائیل نبودند، روزانه سرزمینهای جدیدی از فلسطین توسط اسرائیل اشغال نمی شد، حرف شما درست بود.
یعنی مثلا به عنوان مثال من بهتون بگم اگر الان مثلا در فلان کشور یک گروه بلند بشن به اون کشور حمله بکنن بدون دلیل، نه سرزمینش اشغال کرده، نه اونا رو کشته، نه اونا رو زندانی کرده، نه اونها رو تحقیر کرده، خب اگه این کارو بکنن جنایته. ولی اگر حمله بکنن به خاطر اینکه این جنایت ها شده، در نتیجه دیدگاه مقداری متفاوت خواهد بود. از اینی که ما رو همراهی کردید از شما تشکر میکنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون. که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه. به هر حال 60% وقت شرکت نکنه اینا دیگه کار نداشتن، مشغول نبودن، ناراضگی هم. انتخابات به طور آرامی شکل گرفت و نهایتا رأی ها تونست درست خونده بشه. اول باید از مقام معظم رهبری تشکر کنیم.